بلخی به عربستان سعودی منتقل شدند. قرار است تا 30,000 زائر افغان از ولایات مختلف برای شرکت در مراسم حج امسال به عربستان اعزام شوند. پولند گفته است که کنسولگری روسیه در کراکوف را تعطیل می‌کند. پیش از این مقامات پولند گفتند که شواهد به دست آوردند که نشان می‌دهد سرویس‌های مخفی روسیه در آتش سوزی گسترده‌ای که در می 2024 یک مرکز خرید در وارسا را ویران کرد نقش داشتند. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه پولند این اقدام را خرابکارانه خواند. روابط دو کشور از زمان جنگ اوکراین به شدت تیره شده و وارسا مسکو را به خرابکاری و حملات سایبری متهم میکنه، اتهاماتی که روسیه رد کرده. روسیه این تصمیم را اقدام عمدی علیه روابط دو کشور خوانده و وعده پاسخ متقابل داده. قبلا هم پولند کنسولگری روسیه را در شهر